سلام به همه، به لیاتیم خوش اومدین. با من همراه باشید تا بهتون بگم که لیاتیم چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه. لیاتیم به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در صنف بازاریابی شبکه‌ای در ایران از سال 1397 توسط هلدینگ مهلوران تأسیس شده. هدف لیاتیم اینه که با استفاده از مدل کسب و کار فروش مستقیم محصولات با کیفیت خودش رو در اختیار مصرف کنندگان قرار بده و فرصتی برای کسب درآمد برای علاقه‌مندان ایجاد کنه. اما لیاتیم چه محصولاتی ارائه میده و ما چرا باید به این برند اعتماد کنیم؟ با من همراه باشید تا بیشتر بهتون توضیح بدم. لیاتیم محصولات خودش رو در 5 دسته‌بندی اصلی ارائه میکنه: مراقبت از پوست، مو، بدن، دهان و دندان، عطر و آرایشی. این محصولات با کیفیت بالا و با استانداردهای بین‌المللی تولید میشن و برای استفاده همه افراد مناسب هستن. اما چیزی که لیاتیم رو خاص میکنه پشتوانه قدرتمندشه. لیاتیم زیر مجموعه هلدینگ مهلوران هست، یکی از بزرگترین و خوشنامترین تولید کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در ایران. هلدینگ مهلوران با بیش از 1 قرن تجربه، دانش و تخصص خودش رو در اختیار لیاتیم قرار داده. متخصصان و کارشناسان تحقیق و توسعه این هلدینگ در پشت صحنه تولید محصولات برندهای معروفی مثل تراست، کلاسیک و لایفگارد قرار دارند. این یعنی محصولات لیاتیم با بهترین مواد مؤثره و تحت نظارت دقیق تولید میشن. ما مفتخریم که محصولاتی با پروانه ساخت بهداشتی، نشان سیب سلامت و علائم استاندارد رو در اختیار مصرف کننده ها قرار میدیم. اما لیاتیم فقط یک برند محصولات آرایشی و بهداشتی نیست. این برند فرصتی برای کسب درآمد برای علاقه‌مندان هم فراهم کرده. شما میتونید با استفاده از مدل فروش مستقیم علاوه بر استفاده از محصولات با کیفیت درآمدزایی هم داشته باشید. این فرصت برای افرادی که به دنبال یک شغل پاره وقت یا حتی تمام وقت هستن میتونه بسیار جذاب باشه. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. لیاتیم رو شناختید، یه برند با کیفیت با پشتوانه هلدینگ مهلوران و فرصتی عالی برای کسب درآمد. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری رو در این زمینه کسب کنید، کافیه که وارد سایت ما بشید و بخش‌های معرفی لیاتیم و تماس با ما رو مشاهده کنید. همچنین در پایین سایت میتونید تمام مجوزهای فعالیت شرکت لیاتیم رو مطالعه کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.